سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره بریم ایشون رو بکشیم. اگه نمیدونید کیه توی ویدیو میگم کیه، تعریف کنم که کیه. فقط اینکه فکر کنم کسی که تو اینستا ادیت هایی که میزنن راجع به این انیمه، کاراکتر یه انیمه است، دیده باشن میشناسنش و میخوایم بریم رو دیوار بکشیمش. راستی من قبلا هم رو دیوار اینو کشیدم. اینو نمیگم، این سنگور کشیدیم اونجا، ویدیوش هم هستش که کشیدمش. بعدم باید برم بالای تختم بکشمش اینجوری. از این زاویه منو نگاه میکنید. اول از این که عکسی که میخوایم بکشیم رو میاریم. بچه‌ها من هیچ استعدادی در نقاشی ندارم، یعنی که نمیدونم استعداد دارم یا نه، ولی اصلا کلاسی برای نقاشی نرفتم و نمیدونم چجوری باید مثلا یه طرحو بکشیم، از کجا شروع کنیم، چیکار کنیم که قشنگ‌تر بشه. میام از ریاضیات استفاده میکنم. بله، وقتی دانشجوی ریاضی باشید همین. میایم به قسمت‌های مشخصی تقسیمش میکنیم که بتونیم بکشیم. بعد دیگه من میام میکشم، دیگه حرف نمیزنم. حتما رو ویدیو حرف میزنم، فکر نکنید ولتون میکنم. خیلی سخته. خب بذارید توضیح بدم که اصلا این جیگر کیه. ایشون سوکونا هستش که اسم کاملش میشه ریومن سوکونا یا رایمن سوکونا. بعد اگر بخوام فقط قسمت 1 و 2 این انیمه رو اسپویل کنم، این کیوچه رو میبینید به اسم یوجی ایتادوری. این داشمون انگشت قطع شده سوکونا رو میخوره و تبدیل میشه به سوکونا. همین. حالا اگر مثلا بخوام یه ذره درست حسابی تر تعریف کنم براتون، سوکونا یه هیولا یا اهریمن خیلی خیلی قدرتمنده مثلا که یه سریا توی گذشته اینو زدن، انگشتاشو تیکه تیکه کردن، نابودش کردن. اما اگر یه کسی پیدا بشه که تمام انگشتای اینو بخوره، سوکونا جسم اون شخص رو تسخیر میکنه و سوکونا برمیگرده. حالا یوجی با اینکه انگشتای سوکونا رو خورده بود، اما میتونه نیروی سوکونا رو تقریبا کنترل کنه و نذاره که مثلا این جسمشو کامل تسخیر کنه و اینا. من که حتی مثلا یه قرارداد با سوکونا امضا که نمیدونم، یه قرارداد دستش با سوکونا، یوجی با سوکونا. اسم این انیمه جوجوتسو کایسن هست که من خودم تازگی‌ها شروع کردم به دیدنش، ولی جدا از این که خودم هم حالا تازه شروع کردم به دیدنش و همچینم خیلی سوکونا رو نمیشناسم و اینا، ولی خیلی با قیافش حال کردم، خیلی جذابه. البته با اخلاق یوجی من خیلی خیلی بیشتر حال کردم و واقعا یوجی رو خیلی اخلاقش رو دوست دارم و دلم میخواد بگیرم اینجوری یوجی رو بچلونمش. فکر کنم یوجی تایپ هم باشه، نمیدونم، شجاع، کیوت، چلوندنی، موصورتی اینا. آقا بذارید یه اتفاق فاکتاپی که افتاده براتون تعریف کنم. الان ساعت 3 صبح و من ساعت فکر کنم حدوداً 8 اینا بود که شروع کردم کشیدن این فاک و تا الان طول کشید و ساعت 2 من فهمیدم که تموم شده ماجیک مشکیم. خیلی آدمو فوش دادم، ولی بعد یه ماجیک پیدا کردم که خوب بود. یعنی الان پیداش کردم تازه، الان نزدیک ساعت 3-4 دیگه. ماجیک مشکیمون دوباره تموم شد، یعنی قبلی هم تموم شده بود، خوب کار نمی‌کرد. الان ساعت 4 صبح وای میسم مغازه رو باز بشه، بعد برم ماجیک مشکی بگیرم و بیایم پررنگش کنیم و خوشگلش کنیم. خب اینم از این تموم شد. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم خوشتون آمده باشد. اگه دوست داشتید میتونم بیام رو دیوار شما هم بکشم. آره، لایک و سابسکرایب هم برای این جیگر با این چشای قرمزش. آره،
تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای. خیلی خوب شده صورتش. این چشه بای.